همین که سال نو می درآید، پیام تیوی به ماهواره می براید. از 1 ینور سال 2021 برنامه های پیام تیوی، اصلاح تیوی و رسانه و بلاگرهای دیگر آزادی بیان و ابراز نظر، پنهان و آشکار حالت کشور، نمایش مباحثه سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی و غیره در شبکه ماهواره‌ای پیام تیوی. ما را در ماهواره هاتبیرد جستجو کنید. آنچه ما منظورتان میسازیم در تلویزیون های دولتی نمی بینید. ما صدای آزادگان را به شما و صدای شما را به گوش مقامات و جهانیان میرسانیم. منتظر پیام های پیام تیوی باشید.